أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین باب تحریم کبر، یعنی حرام بودن کبر و حرام بودن خودپسندی که درس گذشته چند از آیاتش خوندیم و امروز انشاءالله آخرین آیت در این باب را خواهیم خواند. خب در کتاب ما طولانی تر آورده است و در کتاب شما مختصر، پس همون چیزی که در کتاب شما هست همون را خواهیم خواند. خب امام نووی رحمه الله آخرین آیت درباره حرام بودن کبر و درباره حرام بودن خودپسندی این آیت را میارد، میگوید که این قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. میگه الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است در سوره قصص که این قارون، هر آینه میگه قارون کان من قوم موسی، از قوم موسی بود. قارون از قوم موسی است. و بعضی میگن که قارون، مثلا نخعی و قتاده و اینها میگن که قارون بچه عمه موسی است. فهمو؟ بچه عمه حضرت موسی قارون بود میگه. خب برای خاطر میگه من قوم، از قومش بود، من قوم موسی. فبغى علیهم، پس بغاوت کرد بر قومش، یعنی که قارون بر ضد قومش برآمد، یعنی حضرت موسی را اطاعت نکرد، بغاوت کرد. بغاوت به معنای بغا یعنی که ستم کرد یا سرکشی کرد یا کبر کرد. به معنای کبر، زیرا که موضوع بابمون چی است؟ مسئله کبر است. و کبر کرد بر ویها، یعنی قبول نکرد. و آتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة اول القوة. میگه که و آتیناه، الله سبحانه و تعالی میگه که ما دادیم وی را، یعنی کی را؟ قارون را. یعنی الله سبحانه و تعالی میگه ما دادیم قارون را من الکنوزی، یعنی کنزاشون دادیم، گنجش دادیم، یعنی مال و ثروتی که قارون دارد الله میگه او را ما دادیم. ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة، ما یعنی به اندازه که، من الکنوز ما یعنی از گنج به اندازه که، این مفاتحه هر آینه میگه کلیدهای کنزی، کلیدهای کنزی قارون را، لتنوء بالعصبة می برداشتن و با خودشون می بردن، بالعصبه یعنی با چه؟ لتنوء یعنی که با مشقت به خودشون می گرفتن، بالعصبه یعنی گروه ها. فهمو؟ یک گروهی کلان می اومد فقط کلیدای قارون را با مشکلی می بردن، یعنی که قدر بسیاری بود. اول القوت، لیکن همون عصبه، همون گروهی که بیامد اول القوت بدن، انسان ضعیف و ناتوان نبودن، اول القوت بدن، یعنی که با قوت بدن. حتی همون انسان های با قوت چندین تاش جمع شدن، بعد کلیدای خزینه های قارون را به خودشون هوچ کرده میتونستن. فهمو؟ یعنی که همین قدر ولی ثروت چمون بره و فقط کلیداش اینقدر زیاد بود. اذ قال له قومه لا تفرح، در این هنگام میگه گفت برای قومش که لا تفرح، یعنی که شادی نکن. فهمو؟ یعنی که الله سبحانه و تعالی مال بسیار تر داده است، تو به سبب مال اینقدر شادی زیاد نکن. ان الله لا يحب الفرحین، میگه هر اینا الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد فرح را، انسانایی که شادی میکنن، شادی مغرورانه میکنن از دارایی مالش. فهمو؟ یعنی که میتونیم فرحین بگیم که سرمست هستن. لا يحب الفرحین، الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد سرمست ها را. خب بعد از این دیگر چند آیات را میارد که قارون با دعوا میکند با قومش که یعنی که من علم دارم و دانش دارم، این مال حسابی دانشم است، یا میگه که من در نزد الله قدر قیمت دارم که الله برای من این مال دارایش دادگی است. و خلاصه دعوای بین قارون و قومش برپا می شود. بعد صاحب کتاب آخران آیت را میارد، میگه فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. میگه فخسفنا به یعنی پس ما فرو بردیم همین قارون را، به یعنی قارون را، فخسفنا به پس فرو بردیم ما قارون را،
و بداره الارض و همچنین خانه قارون را در داخل زمین بردیمش، فرو بردیم ما قارون را و خانه اش را، الارض به زمین، داخل زمین فرو بردیمش. بیهی و بدارهی هر دی بیو را ترجمه نمیکنیم در وقت ترجمه کردن. فخسفنا بهی فرو بردیم قارون را، و بدارهی یعنی که و خانه قارون را، ارض یعنی در داخل زمین. فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله، پس نبود له یعنی از برای قارون، من فئة یعنی گروهی که ینصرونه یاری و کمک بکنن قارون را، دیگر کسی نبود که قارون را کمک بکنه من دون الله، غیر الله سبحانه و تعالی. و ما کان من المنتصرین، و همچنین خود قارون هم نتوانست که خودش یاردم بکند. دیگه او داراییش و من بگم مال و ملک و ثروتش دیگه براش هیچ فایدهش کردن نتوانست. تمام. خب این سوره قصص آیات 76 و 81 با همین در کتاب شما همین قدر آوردگی که است، با همین اکتفا میکنیم. بعد از این حدیث در قسم حدیث ها میگذرد. حدیث 611 و عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره كان في قلبه مثقال ذره من کبر. میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که داخل جنت نمی شود هر کسی که در دلش به اندازه ذره از کبر باشد. یعنی کسی که در دلش در قلبش کبر دارد اون انسان داخل جنت نمی شود. فقال رجل، پس میگه یک مرد از جاش خیست و گفت که این الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنه. گفت هر آینه شخص، الرجل یعنی شخص، یک مردی و شخص، يحب ان يكون ثوبه حسنا، دوست می‌دارد که لباسای زیبا بپوشد، لباساش خوشرو باشد، و نعله حسنه و پاپوشیش همچنین کفشش زیبا باشد، خوشرو باشد. یعنی آیا این هم در کبر و در خودپسندی می‌دراید یا نه؟ قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله جمیل یحب الجمال، هر آینه الله سبحانه و تعالی زیبا هست، دوست می‌دارد زیبا را، یعنی که از روی زیباگی باشد، با که ندارد. الکبر، اکنون کبر چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر اکنون بیان کرد، یعنی که هر چی تازه پوشیدی معناش این نیست که تو کبر داری. کبر چی است؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس. گفت کبر دو چیز دارد در خودش. یکمش کبر بطر الحق است، یعنی که سرپیچی کردن از حق قبول نکردن. انسان حق بگوی حق قبول نکنه کبر دارد. اگر هزار بگه من کبر ندارم، متواضع باشد، سرخم باشد، حق قبول نکرد، انسان کبر دارد. فهمو؟ این یکم. و غمط الناس دویم نشانه کبر یا دویم علامتی که انسان کبر دارد غمط الناس است، یعنی تحقیر کردن مردم ناچیز دانستن. وقتی مردم هیچ چیز نداند این انسان هم چی دارد؟ کبر دارد. پس کبر این را میگه، یعنی که لباس تازه پوشیدن و این چیزها در مسئله کبر داخل نمی شود. خب این حدیث را میگه امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 612 و عن سلمة بن الاكوع رضی الله عنه ان رجلا اکل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم بشماله. از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت است، هر آینه میگه مرد در نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دستی چپش خورد، به دست چپش تمام خوردک. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون مرد را گفت که کل بیمینی که، یعنی به دست راستت بخور. قال لا استطيع، گفت که نمیتوانم. لا استطيع یعنی نمیتوانم، دروغ گفت. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ولا استطعت، یعنی هیچگاه دیگر نتوانی، یعنی دعای بدش کرد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدونست که این مرد میتواند بخورد با دست راستش، اما حق قبول که نکرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای بدش کرد. لاستطعت یعنی هرگز دیگر نتوانی. میگم ما منعه الا الکبر،
یعنی اون مرد رو منع نکرده بود از زمین کار مگر کبرش، یعنی کبر نگذاشت گپ پیغمبر قبول بکند. برای خود گفت که نمیتونم. قال فما رفعها الى فیه. بعد راوی میگوید که قال این یعنی راوی گفت فما رفعها الى فیه، پس دیگه نتوانست که دستان راستش را به دهنش بردارد. دیگه دست راستش میگم تا شاخ شد رفت. فهمو؟ زیرا که پیغمبر دعای بدش کرد لستطعت، یعنی دیگر اصلا نتوانید دستت قاق شود. پس میگه دست شما تا شاخ شد دیگر دست راستش به دهنش برده نتوانست. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 613 و عن حارثة بن وهب رضی الله عنه قال، یعنی از حارثه ابن وهب رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید الا اخبرکم باهل النار، یعنی آیا من شما را خبر ندهم از اهل دوزخ، از نشانه ها و خصلت های اهل دوزخ. کل عتل جواد مستکبر. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نشانه های اهل دوزخ همینو هستند. کل عتل یعنی همه سنگدیلی، انسان هایی که سنگدیل هستند نشانه دوزخی بودنشان هست. جواد دوم انسانی که جمع کننده ثروت است، مال و ملک دنیا را جمع میکند اما خرج نمی کند، اینا میگن جواد. پس دوم انسانی که مال و ملک جمع میکند و خرج نمی کند، این هم نشانه اهل دوزخ بودنش است. و همچنین بعضی میگن جواد انسان قد پستی شکم دم میگویند، برای خاطر انسان هایی که قدشون پست هستند باید شکم رو دم نکنند که از این علامت میشه. بعضی علما هم اینطور گفتگی هستند. اما جواد اصلا ثروت جمع کنی خرج نمیکردگی را میگن. مستکبر سوم نشانش علامتش یعنی کبر دارد، و انسانی که کبر دارد اون داخل جنت یا که از نشانه های اهل دوزخ است. حدیث متفق علیه است و تقدم الشرح فی باب ضعفت المسلمین. این حدیث یک بار دیگر در باب ضعفت المسلمین گذشتگی است. این حدیث یک بار دیگر خوانده بدیم. خب بعد از این حدیث 614 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که احتجت الجنت و النار، یعنی با یکدیگر دلیل آوردن جنت و دوزخ. احتج با یکدیگر دلیل پیشه کردن یا گفتگو کردن، بگیم بحث و مناظره کردن. جنت و دوزخ با یکدیگر بگوشان شد. فقالت النار، پس دوزخ گفت که فی الجبارون و المتکبرون، گفت در داخل من انسان‌های جبار یعنی ظالم و متکبر انسان‌های کبردار هستند. جنت فخر کرد که یعنی که انسان‌های ظالم و انسان‌های متکبر در داخل من هستند. و جهنم فخر کرد دوزخ. و قالت الجنت، و جنت گفت که فی ضعفاء الناس و مساکینهم، گفت در داخل من انسان‌های ضعیف و انسان‌های مسکین است. یعنی جنت با این فخر کرد که در داخل من این انسان‌ها هستند. پس میگه فقد الله بینهما، پس الله سبحانه و تعالی حکم کرد در بین هر دینها، داوری کرد، حکم کرد در بین هر دوشون، در بین جنت و دوزخ. اینک الجنت رحمتی، گفت هر آینه تو ای جنت رحمتی من هستی. جنت رو الله سبحانه و تعالی گفت رحمتی من هستی. ارحم بیک من اشاء، یعنی رحم میکنم به وسیله تو برای کسی که بخواهم، کسی را بخواهم که رحمت من بالاش باشد، پس به وسیله تو گفت ای جنت من رحم میکنم. و اینک النار عذابی، و گفت هر آینه تو ای دوزخ ای آتش عذابی من هستی. اعذب بکی من اشاء، عذاب میکنم به وسیله تو به سبب تو هر کسی را که بخواهم. هر ستمگر و سرکش و ظالمی را خواستم با تو ای آتش عذابش میکنم. پس میگد ولی کلیکما علی ملؤها، و برای هر دو شما وظیفه من است پر کردنتان. یعنی هر دو شما را جنت و دوزخ را الله میگد که من پر میکنم، من
حکم میکنیم که کی باید جنت برود کی دوزخ برود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 615 و عن ابی هریره رضی الله عنه، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا ينظر الله، یعنی الله سبحانه و تعالی نگاه نمیکند یوم القیامتی، در روز قیامت، الی من جر ازاره بطرا، به کسی که کشیده است ازارش را از روی کبر، یعنی کسی که پاچه بروکش دراز است که در زمین شکیده می رود از کبر، پس میگوید که الله تبارک و تعالی به سوی این انسان نگاه نمی کند به سبب کبری داشتهش. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 616 و عنه قال، این از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه، یعنی سه انسان ها یا سه طایفه هست که الله سبحانه و تعالی با اونها در روز قیامت گپ نمیزند. الله سبحانه و تعالی با این سه طایفه گپ نمیزند. ولا یزکیهم، و این سه طایفه را همچنین الله سبحانه و تعالی پاک نمیگرداند. ولا ينظر الیهم، و همچنین این سه طایفه را الله سبحانه و تعالی نگاه به سویشان نمی کند. ولهم عذاب علیم، این سه طایفه گرفتار عذاب دردناک می شوند. این سه طایفه کی است؟ یکم شیخ زانین، موی سفید کلانسال زناکار، هر کلانسالی که زنا میکند پس در این طایفه می دراید. و دوم و ملک کذاب، پادشاه بسیار دروغگو، پادشاه دروغگو که بسیار دروغ میگوید، اونم همچنین در این وعید داخل می شود. و سیوم و عائل مستکبر، یعنی فقیری متکبر، یک انسان فقیری که کبر دارد، اونم همچنین در این وعید داخل می شود. پس این سه طایفه هر کسی که این صفات را داشته باشد پس در این وعید گرفتار هستند. این حدیث را امام مسلم روایت میکنه، میگه که رواه مسلمون، حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 617 و عنه قال، این از وی روایت است که گفتن از ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قال الله عز و جل، الله سبحانه و تعالی گفته است، این حدیث قدسی است، العز ازاری والکبریاء ردائی، میگه که الله گفته است که عز و شرف ایزار من است و بزرگی و کبریا ردای من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما، پس هر کسی که با من نزاع میکند در یکی از این دو، در عز و شرف و بگم در بزرگی و کبریا، هر کسی که منازعه میکند، دعوا میکند که حق دارد، فقط عذبته، الله سبحانه و تعالی میگه واقعا من اون را عذابش میکنم. هر دعواگر رو میگه الله میگه من عذابش میکنم. خب رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 618 و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بینما رجل یمشی فی حلة تعجبه نفسه، زمانی که میگه یک مرد میرفت در حله، در یک میدان، در یک جای سنگسار، بگیم در یک جا در حالت راهروی بود، تعجبه نفسه، اون انسان یعنی که کبر میکند، یعنی که خودپسندی میکند در نفس خودش، اون انسان خودپسندی میکند. مرجل رأسه، مرجل رأسه یعنی شانه زنان موی سرش را، شانه میزند موی سرش را، یعنی که با کبر موی سرش را بگیم شانه زده رفتن میگیرد. یختال فی مشیته، یعنی که با کبر و غرور در حالت راه رفتن است، اما با کبر، یختال یعنی که کبر میکند در مشیتش، در بگیم شکل راهگردیش، یعنی با کبر راه روی میکند. اذ خسف الله به، بگیم
در همین زمان یا ناگهان خسف الله بهی، الله سبحانه و تعالی این انسان را خسف میکنه، بر دوری زمین میبرشه، با زمین فرو میبرشه. فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامت، پس اون انسان به زمین فرو میرود تا به روز قیامت. یعنی که عذابش همین است، فرو رفتن در داخل زمین، در داخل زمین میرود تا کی؟ الى یوم القیامت، تا روز قیامت. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 619 و عن سلمة بن الاکوع رضی الله عنه قال، یعنی از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتى یکتب فی الجبارین فیصیبه ما اصابهم. لا یزال یعنی همیشه، الرجل انسان، یعنی که نه اینکه مرد، هر کسی بود، هر شخص. لا یزال الرجل یعنی همیشه مرد یا همیشه یک انسان، یذهب بنفسه یعنی که می رود به نفس خودش. یعنی می رود به نفس یعنی چی؟ یعنی کبر میکند به نفس خودش. یذهب یعنی که یتکبر و یعجب، یعنی که خودپسندی میکند و کبر میکند به نفس خودش. حتی یکتب فی الجبارین، تا این که همین قدر کبرش به اندازه میرسد که یکتب فی الجبارین، نوشته می شود این مرد از جمله ظالمان، جبارها از جمله ظالمان نوشته می شود. فیصیبه ما اصابهم، پس میرسد به این انسان همان چیزی که به اون ظالم ها رسیدگی بود، با اون انسان های جبار. هر آن عذاب و مشقتی که بالاشان می آید، پس بالای این انسان متکبر همچنین اون عذاب میگه می آید. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده که و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیث حسن هست. خب با همین این باب با آخر رسید، باب نو، باب حسن الخلق. این انشاءالله درس آینده. خب این است درس امروزه. با همین درس امروزه به پایان، تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.